باز هم سلام و درودی به پایان به کلی هموطنان، به کلی برادران، به کلی پادپیسچکان و مخلصان ورزش، مخلصان صنعت والای والا، مخلصان صنعت تئاتری، مخلصایی که پرچم برداران ملتن، میخوان که پرچم ملت در همه دنیا ببینن. من انمودا سلام میگم و بشینیم با حضور صحبت کنیم. انا که برادر عزیز چی گفتنیم؟ حسن و فاروق دیدین که در پیش آلا پوگاچووا ما در تلویزیون تماشا میکنیم، در میلیون گفت سرود میخوند در تلویزیون آلا پوگاچووا را میدیدیم. اینا ببینید که آلا پوگاچووا را در پیش سرود خوند. تمامی زوجدای امید روسیه، تمامی یک کره که حسن فاروق کرد، باور که در اوجه آسان نیست، در اوجه آسان نیست که جای یکم بگیری. این یکم برنامه‌ش هم یکم چی میگم پول فینالش دام مثلا در بارش برنامه کردم، اینه دویم بارم برنامه کردم، اینه جو یکم جورم که گرفت. این برنامه مخصوص برای همین برادر که این اختان دیدین خوش به حالش خانش بزنم و فقط اینجا در مورد کامنتر نویسن که تو پشتی صنعتکارا رو میگیری، تو نخود درباره صنعتکارا گپ زنی حاجی. ای برادر من آدم پاتریوتم، همین کسی که پرچم ملت، پرچم وطنی مرا میبرداره، کسی باشه نباشه پرچم مرا که میبرداره، من جان برای و دریغ نمیدونم. من تاجیکم، من خون تاجیکی دارم، من نام ناموسی تاجیکی دارم و اولادای من رستم و دیگهش ما میدونی که تاریخ ما چه خیلی های، تاریخ ما تاجیکا چه خیلی های. این تاریخ تاجیکا رو کسی که میدونه، این تاجیکا یگان وقت شکستگی نیستن، این نمیشکنن. او کسی باشه نباشه، او ورزشگرای، او صنعتکارای، او فرق نداره. کسی که باشه پرچم ملت همه برداره، برای ما برادرای، ما پشتیش در کجای باشم میگیرم. سربلند باشی، خدا بازم قوتت بده در روی دنیا. این گلوبوس ایکو فاروق جان در روی گلوبوس الان که پرچم تاجیکستان رو برداری. خدا نگهبانت باشه و برادرای عزیز هر چی کامنتر میکنین عمل بفهمین بسنجین با کامنتر کنین التماس چی در کار. خیلی ما کامنتر نویسا را یکم شد اگه خیلی بلندی بدم نریم آدم هم نمیگم مور کم میجکم پروستان با میکنم چندین تاشو قپیدم و باید بجکن و توکلشون به خدا. کسانی که میفهمن، من برای آدمای میفهمندگی صحبت دارم، سربلند خانواده باشین. اینا یک این فخر ما همه تون مبارک باشه. انم خیلی روزا را من مبارک بود میگم. اینا ایدی پرچم ملی مون گذاشت، ایدی پرچم براتون مبارک بود میگم. روزی سعید جمعه گذاشت، روزی سعید جمعه را براتون مبارک میگم. اینا امروز خیلی که این شو همه خوشحال و خرسند بودن. این برادر ما پرچم تاجیکستان برداشت. حسن و فاروق سربلند و خانواده باشی، خدا نگهبانت. و بازم برادر عزیز در اخیر برادر غریب میدونم که مرا بسیار تماشا میکنن، شرکت مویدینا برای گذشتن گرانیتسا ما با شما توصیه میتونم. شوفرهای تجربه دار طول 15 سال که در همین راه هستند. البته شوفرهای تجربه دارن افیسیون مترو و استادیوم دای. این رقمای تلفنشون زنگ بزنید برای گذشتن گرانیتسا. خداوند یارو مددگاری همه ما و شما.